سال 1982 تیموتی جونز توی خانواده دیوونه کننده به دنیا میاد. حتی با چراغ قوه هم نمیشه یه نقطه روشن تو اون خانواده پیدا کرد. قبل از اینکه بریم سراغ پدر مادر تیموتی، میریم سراغ مادر بزرگش روبرتا، یعنی مادر پدرش. روبرتا زندگی خیلی سیاه یا پشت سر گذرانده بود. از بچگی مورد اذیت و آزار و تجاوز پدرخوندش قرار گرفته بود و توی 12 سالگی از همون پدرخوندش حامله میشه و مجبور میشه یه پسر به دنیا بیاره به اسم تیم. و انقدر فامیلا بهشون فشار آورده بودن که مجبور شد با پدرخونده ازدواج کنه. بعد 5 سال وقتی تیم 5 ساله بود، اون موقع روبرتا 17 ساله بود، روبرتا تیمو برمیداره از خونه فرار میکنه. اما اوضاع اونقدر گل و بلبل نبود. روبرتا خیلی زود شروع میکنه به مواد کشیدن، شروع میکنه به زیاد الکل خوردن، اصلا نمیتونست خشمش رو کنترل کنه. به خاطر همین تصمیم میگیره دوباره ازدواج کنه. اوضاع برای تیم اصلا خوب نبوده تا اینکه 16 سالش میشه. میره مدرسه، اونجا با دختری به اسم سنتیا دوست میشه. خیلی زود هم با هم دیگه اوکی میشن، تصمیم میگیرن ترک تحصیل کنن و با هم دیگه ازدواج کنن. جالب اینجاست که سینتیا هم اصلا گذشته درستابی نداشته. کل بچگی سینتیا صرف این میشه که پدرش بهش تجاوز میکرده، دستمالیش میکرده و به خاطر همین سینتیا اصلا تعادل روحی روانی نداشت. اما تیم و سینتیا تصمیم میگیرن ترک تحصیل کنن، الا و بلا ازدواج میکنن و خیلی زود از دل این همه جنگ اعصاب تیموتی جونز، شخصیت اصلی پرونده امروز، به دنیا میاد. خب مشخص بود دیگه، وقتی سینتیا 16 سالش بود، تیم 17 سالش بود، با هم دیگه ازدواج کرده بودن، گذشته درستابی هم که نداشتن، اعصاب درستابی هم که نداشتن، مشخصا نمیتونستن هم پدر مادر ایدئالی واسه تیموتی باشن. مخصوصا سینتیا اصلا نمیدونست با بچه چطوری رفتار کنه، اصلا نمیدونست با بچه چی کار کنه. وقتی بچه گریه میکرد، بچه رو میبرد میذاشت یه گوشه تا خودش ساکت شه. به هیچ کس هم اجازه نمیداد به اون بچه دست بزنن یا بغلش کنن، آرومش کنن، هرگز. بچه باید خودش آروم میشد. و یه راه حل دیگه هم داشت، بچه رو میبرد زیر دوش آب یخ نگه میداشت تا بچه ساکت شه. راه حلش این بوده. تیموتی یکم که بزرگتر میشه، یعنی حدود 2-3 سالش بوده، سینتیا وسواس فکری پیدا میکنه. حالا وسواس فکریش چی باشه خوبه؟ وسواس فکریش این بود که نکنه بچه من چاق شه. تو غذای بچه 2-3 ساله قرص کم اشتهایی میریخته که این بچه کلا اشتهاش کور شه. روز به روز وضعیت روحی روانی سینتیا بد و بدتر میشد. یعنی به جایی رسیده بود که هر روز میافتاد تو جون خونه، اسباب اساسی، پنجره، کاسه، بشقاب همه رو میشکوند، چاقو قیچی برمیداشت، میافتاد تو جون مبلا همه رو پاره میکرد، پرده ها رو پاره میکرد. یعنی هیچ اراده ای از خودش نداشت. اوضاع موقعی از کنترل خارج میشه که روز سینتیا بدون اینکه به کسی حرفی بزنه تیموتی رو برمیداره از خونه خارج میشه. یعنی اونم به مدت چند ماه. تیم خیلی دنبالشون میگرده اما هیچ ردی نتونست ازشون پیدا کنه. بعد 4 ماه سینتیا خودش برمیگرده، ولی تیم میره دادگاه درخواست طلاق میده و به دادگاه میگه زن من مشکل داره، مشکل روانی داره، من نمیخوام بچم با اون بزرگ شه. خلاصه روانشناسا با سینتیا صحبت میکنن، تشخیصشون اینه که سینتیا مبتلا به اسکیزوفرنیه. حالا دیگه تیموتی مونده بود و پدرش تیم و مادر بزرگش روبرتا. ستایی با هم دیگه توی خونه داشتن زندگی میکردن. روبرتا و پدرش تیم یه بار دیگه ازدواج میکنن. یکم بعدتر که تیموتی 19 سالش بود میره جزو نیروی دریایی میشه. اما 6 هفته بیشتر طول نمیکشه که تیموتی رو اخراج میکنن. حالا به خاطر چی؟ به خاطر اینکه تو جیبش مواد پیدا کرده بودن. وقتی که از نیروی دریایی اخراج میشه کلا میفته تو کار خلاف. یعنی ماشین میدزدیده، چک جعل میکرده، سند جعل میکرده، بعد دستگیرش میکنن، میفته تو زندان. تو دوران محکومیت تیموتی خیلی تعجبی یه برنامه به تیموتی دادن که قسمتی از محکومیتش بود که اسمش بود بوتکمپ. حالا بوتکمپ چی بوده؟ تمرینات ورزشی خیلی 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 سنگینی بوده که به زندانیا میدادن که همینم تو روحیه تیموتی خیلی خیلی تاثیر میذاره که جلوتر حالا عوارضش رو با هم دیگه میبینیم. سال 2003 تیموتی 21 ساله ما از زندان آزاد میشه و به توصیه یکی از دوستاش میره عضو یک کلیسایی میشه، کلیسای مسیحیان بنیادگرا.
و خیلی از این اوضاع خوشش میاد. تیموتی تحت تاثیر همین کلیسا بوده که میره درسش رو ادامه میده، مهندسی کامپیوترش رو میگیره و در ما حقوق خیلی خوبی هم داشته. تو همین مابین بوده که با دختری به اسم امبر دوست میشه. بعد از 6 هفته تیموتی به امبر پیشنهاد ازدواج میده و امبر هم قبول میکنه و با هم دیگه ازدواج میکنن. ازدواج کردن و تیموتی خیلی زود به امبر گفت من یه مزرعه پر از بچه میخوام، من بچه خیلی دوست دارم. تو همین مابین بود که امبر 3 تا بچه میاره. تیموتی شغلش رو تغییر میده، میره تو شرکت اینتل، سالانه $85,000 حقوق هم میگرفته. اوایل همه چی نرمال عادی پیش میره مثل اکثر ازدواجهای دیگه، اما همینجوری نمیمونه، چون اگه میمون من الان اینجا نبودم تا بخوام براتون تعریف کنم. خلاصه زیاد طول نمیکشه که مشکلات روی روانی تیموتی کم کم خودشو نشون میده. از امبر میخواست موهاشو کوتاه نکنه، آرایش نکنه، ترجیحاً شلوار تنگ نپوشه، سر کار نره، با خانواده‌اش رفت آمد نکنه، فقط تو خونه بشینه، بچه به دنیا بیاره و بزرگ کنه. این زنی بود که تیموتی میخواست. امبر هم خب 3 تا بچه داشت. اوایل هر چی تیموتی میگفت امبر قبول میکرد به خاطر 3 تا بچه‌هاش که مشکلی پیش نیاد. اما مطیع بودن امبر برای تیموتی کافی نبود. روز به روز هر چی میگذشت تیموتی بد و بدتر میشد، بیشتر دراگ مصرف میکرد، بیشتر الکل میخورد. براش اصلا مهم نبود کوچکترین چیزی برخلاف میلش اگه بود امبر رو جلوی بچه‌هاش کتک میزد. حالا دیگه خشونت تیموتی دامن همسایه‌هاش هم گرفته بوده. با اولین همسایه‌ای که دعوا میکنه، اون همسایه زنگ میزنه به خدمات اجتماعی و میگه که تیموتی تهدیدش کرده که سگش رو میکشه. توی آمریکا این قضیه خیلی جدیه و راحت هم ازش نمیگذرن. یه مأمور خدمات اجتماعی بلند میشه میره خونه تیموتی، یه نگاه به دور اطراف میکنه، یه نگاه به بچه‌ها میکنه. الان سال 2012 و تیموتی 2 تا بچه دیگه هم آورده، یعنی کلا با هم 5 تا بچه داشته. وقتی مأمور خدمات اجتماعی میاد به بچه‌ها یه نگاهی میندازه، میبینه تو سر صورتشون هیچ آثاری از کبودی نیست، اما لباسای بچه‌ها خیلی کثیف بوده، دستشویی خونه خراب بوده، دور تا دور خونه پر از آشغال بوده، توی خونه پر از آشغال بوده، یعنی کلا کثافت همه جا را برداشته بوده. خلاصه یه گزارش نوشت، رفت، بعد دوباره یه مأمور خدمات اجتماعی دیگه میاد یه برنامه به تیموتی میده، میگه آقا طبق این برنامه پیش بریم تا زندگیتون بهتر شه. تیموتی هم میگه چشم آقا حتما. اوضاع بهتر نمیشه، هیچ بدتر هم میشه. از اون روز به بعد تیموتی هر روز امبر رو کتک میزد جلوی بچه‌ها، میگفت تیکه تیکت میکنم، میکشمت. بچه‌ها جیغ میزدن، گریه میکردن، اما نمیتونستن هیچ کاری بکنن. تا اون موقع کتک‌های تیموتی فقط نصیب امبر بوده. بچه‌ها فقط تو معرض خشونت روحی روانی بودن، تا اینکه امبر دیگه بعد از 9 سال زندگی کم میاره، دیگه نتونست تحمل کنه، رفت با یکی از همسایه‌هاشون که یه آقایی هم بوده دوست میشه. تیموتی بی سر و صدا میره هر 5 تا بچه‌هاشو ور میداره، میره میسیسیپی خونه مادر بزرگش. اونجا میمونه تا سال 2013. سال 2013 تیموتی درخواست طلاق میده. توی دادگاه تیموتی ادعا کرد که امبر نمیتونه از بچه‌ها خوب مراقبت کنه و من حضانت کامل بچه‌ها رو میخوام. خب امبرم نه کاری داشت، نه شغلی داشت، نه خونه ای داشت، نه حتی پولی داشت واسه پروندهش یه وکیلی بگیره. به خاطر همین تیموتی حضانت هر 5 تا بچه‌هاشو میگیره. امبر یه جورایی به خودش دلداری میداده. به خودش میگفته مشکل تیموتی که با منه، اگه من برم بچه‌ها تو رفاه بهتری زندگی میکنن. بعد اینکه تیموتی حضانت بچه‌ها رو گرفت، دوباره برگشت لگزینگتون به همون خونه متحرک. البته با فرق این که دیگه امبری وجود نداشت. تیموتی قبلا اجازه نمیداد که بچه‌ها برن مدرسه. امبر بهشون درس میداد تو خونه. حالا که دیگه امبر نبود مجبور بود واسه بچه‌ها پرستار بگیره و بچه‌ها رو بفرسته مدرسه. اما این آدم کنترلگر که دیگه حالا امبری نبود عقده‌هاشو سر امبر خالی کنه، تصمیم گرفته بود عقده‌هاشو سر این 5 تا بچه کوچیک خالی کنه. حالا به مشکلات روحی روانی تیموتی خشم و نفرت از امبر هم اضافه شده بود. خب بچه‌ها کوچولو بودن، هر روز سراغ مادرشون رو میگرفتن و این تیموتی رو خیلی خیلی عصبانی تر میکرد. تیموتی هر روز الکل میخورد و بچه‌ها برخلاف میلش کوچکترین کاری میکردن بچه‌ها رو تنبیه بدنی میکرد. به بچه‌هاش میگفت باید 100 تا شنا برین. به بچه‌هاش برنامه‌های ورزشی فوق سنگین میداد.
بچه‌هایی که بزرگترینشون 8 سالش بود، اون یکی 7 سالش بود، اون یکی 6 سالش بود، یکی 3 سالش بود، یکی 1 سالش بود. و اگه بچه‌ها تو این تمرینات کم می آوردن، کتک خیلی شدیدی بهشون میزد، سیگار رو بدنشون خاموش میکرد، بهشون سیلی میزد، سرشون میزد به دیوار، با شلاقشون میزد. بچه ها با سر صورت کبود میرفتن مدرسه و معلمان میگفتن صورتتون چی شده و بچه ها هم جواب میدادن که پدرمون با همون این کار کرده و اونا هم زنگ میزدن خدمات اجتماعی یا نمیومد یا اگه میومد یه گزارشی سرسری مینوشت و میرفت. تیموتی به بچه‌ها خیلی گرسنگی میداد. تو کل روز بچه‌ها حق داشتن یه وعده غذایی بخورن. اون یه وعده هم فقط یه نصف نون تست بود. این بچه‌ها همیشه خدا گرسنه بودن. پرستارشون از خونه یواشکی غذا می آورد میداد به بچه‌ها که بخورن. بچه‌ها به پرستار میگفتن خواهش میکنیم تو رو خدا به پدرمون چیزی نگو که تا 3-4 روز آینده به ما هیچ غذای دیگه نمیده. پرستار آخر هفته براشون میرفت از مکدونالد یه دونه همبرگر، یه ذره سیب زمینی با یه ذره ناگت میگرفت می آورد. این 5 تا بچه باید اینا رو با هم دیگه تقسیم میکردن و میخوردن. وضعیت روز به روز داشت وخیم و وخیم‌تر میشد. 12 تا گزارش جداگونه به اون خدمات اجتماعی لعنتی زدن، اما هیچ خبری ازشون نشد. از طرف امبر جداگونه، از طرف پرستار جداگونه، از طرف معلم، از طرف همسایه، اما اصلا نیومدن پیگیر ماجرا نشدن. توی یکی از همین گزارش‌ها یه مأمور خدمات اجتماعی میاد میره بچه‌ها رو نگاه میکنه. میبینه صورت یکی از بچه‌ها کبوده. بالای ابرو یکی از بچه‌های دیگه شکافته شده است. جون یکی دیگه شون سوخته شده است. گزارش رو مینویسه میره اما دیگه پیداش نمیشه. هیچکی این بچه‌ها رو نجات نداد. 14 آگوست 2014 تابستون بود. تیموتی از سر کار برمیگرده خونه، میبینه نیتن پسر 6 سالش با یکی از پریزای برق داره بازی میکنه، دل رودش رو ریخته بیرون. بهش میگه داری چی کار میکنی؟ به قول خودش که تو دادگاه گفته بوده نیتن بهش جواب درست حسابی هم نمیده و تصمیم میگیره اونجا نیتن رو تنبیه کنه. از اونجایی که نیتن بیشتر از 4 تای دیگه سراغ مادرش از تیموتی میگرفت، از قبل تیموتی یک کینه‌ای هم از این بچه تو دلش داشت. تیموتی به نیتن گفت بلند شو، باید درازنشست بری، شنا بری، تمرینای خیلی سختی باید انجام بدی. 2-3 ساعت این تمرینا ادامه داشت. نیتن گریه میکرد، التماس میکرد به پدرش، میگفت من دیگه نمیتونم انجام بدم، تو رو خدا دیگه نمیتونم انجام بدم. اما تیموتی گوشش بدهکار نبود، همینجوری ادامه میداد تا اینکه نیتن از هوش میره. تیموتی نیتن رو بلند میکنه، میذاره روی تخت، میره بیرون. بعد 2-3 ساعت میاد تو خونه، میبینه نیتن نفس نمیکشه و از دنیا رفته. دلیل مرگش هم بعدها سوء تغذیه، کم آبی و خستگی شدید اعلام کردن. بدن کوچیکش طاقت اون همه سختی و فشار رو نداشت. حالا تیموتی به جای اینکه ناراحت باشه پسر 6 ساله خودش رو کشته، بالای سر نیتن نشسته و توی گوگل سرچ میکنه عاقبت بچه کشا تو زندان چیه. با خودش گفت اگه من برم زندان بچه ها میافتن دست امبر و من این اجازه رو اصلا نمیدم که امبر بچه ها رو داشته باشه. خلاصه تصمیم میگیره 4 تا بچه دیگر هم بکشه. اول میره سراغ بچه 8 ساله و 7 ساله، با دستای خودش بچه هاشو خفه میکنه. بعد رفت سراغ بچه 3 ساله و 1 ساله، کمربندش از کمرش در آورد، انداخت دور گردن بچه ها و خفهشون کرد. توی 1 روز تیموتی جونز 5 تا از بچه‌های خودش رو کشت. بعد اینکه بچه‌ها رو کشت، اونا رو جدا جدا میذاره تو کیسه زباله. به پرستار بچه‌ها زنگ میزنه، میگه برای 1 هفته ما داریم میریم مسافرت و تو نیازی نیست بیای پیش بچه‌ها وایسی، من بچه‌ها رو دارم با خودم میبرم. بعد تیموتی جون ماشینی که جنازه بچه‌هاش توش بودن راه افتاد به سمت آلاباما. با خودش داشت فکر میکرد که چیکار کنه، دفنشون کنه یا اونا رو تو اسید حلشون کنه. دوربینای فروشگاه والمارت نشون میده که تو چند روز گذشته تیموتی خریدای مفصلی انجام داده. سرآخر هر 5 تا بچه رو تو همون کیسه زباله کنار جاده ول میکنه. این زمان پرستار بچه و امبر میدونستن که تیموتی آدم نرمالی نیست و نمیشه بهش اعتماد کرد. به خاطر همین به پلیس اطلاع دادن و اعلام مفقودی کردن. الان دیگه 8 روز از مرگ بچه‌ها گذشته بوده. روز 8م تیموتی با ماشین داشته توی خیابون مست رانندگی میکرده. پلیسای راهنمایی بهش میگن بزن کنار، ازش تست میگیرن، میبینن مسته، میبرنش اداره پلیس، بهش میگن اسم چیه، اسمشو میزنن تو سیستم،
میبینن گزارش مفقودی خودشو با 5 تا بچه‌هاشو دادن. پلیسا بهش میگن 5 تا بچه‌هات کجان؟ تیموتی میگه من اصلا بچه‌ای ندارم، اصلا ازدواج نکردم تا بچه داشته باشم. پلیس فشارشو بیشتر میکنه. همین که پلیس فشارشو بیشتر میکنه، تیموتی به همه چی اعتراف میکنه و پلیسا رو میبره جایی که بچه‌ها رو ول کرده. تیموتی دستگیر میشه و 5 سال بعد محاکمه شروع میشه. حالا نمیدونیم چرا اینقدر طول کشیده. سال 2009 محاکمه شروع میشه. دادگاهی که تحملش برای هیچ کدوم از اعضایی که توش بودن آسون نبود، مخصوصا امبر. به خاطر هیچ و پوچ 5 تا از بچه‌هاشو به خاطر یه مرد دیوونه روانی که اسمش پدر بود از دست داده بود. بچه‌ها 2 تا پرستار داشتن. هر 2 تا اومدن شهادت دادن که تیموتی بچه‌ها رو شکنجه می‌کرده. در مورد اداره خدمات اجتماعی هم تحقیقات انجام شد و متوجه شدن تو این پرونده خدمات اجتماعی خیلی کوتاهی کرده و مسئولاشو اخراج کردن. تیموتی برمیگرده تو دادگاه مظلوم نمایی میکنه، میگه من دیوونه‌ام و من جنون دارم و من اسکیزوفرنی دارم و من تو سرم صدا میشنوم. و قاضی برمیگرده بهش میگه هیچ وقت کارهای تو لحظه نبوده، چون وقتی که نیتن رو کشتی تو گوگل سرچ کردی که توی زندان با بچه کشا چیکار میکنن، میخواستی پاتو از ماجرا بکشی بیرون. از خرید فروشگاه والمارتت معلومه، رفتی اسید خریدی، عینک خریدی، اره خریدی، چاقو خریدی. اینا چیزی بودن که میخواستی جسدا رو سربنیز کنی، پاتو از این ماجرا بکشی بیرون. هیئت منصفه بعد از 6 ساعت تفکر کردن به این نتیجه رسیدن که تیموتی جونز گناهکاره و اونو به اعدام محکومش کردن. تیموتی تو زندان فوق امنیتی ایالت کالیفرنیا فرستادن. الان 41 سالشه و چیزی که یه ذره آدمو آروم میکنه اینه که الان همونجوری که خودش تو گوگل سرچ کرده توی زندان همچین اوضاع خوبی هم نداره و برای اعدامش روز شماری میکنه. خب اینم از پرونده امروز. امیدوارم خوشتون اومده باشه. اگه برای اولین بار منو ببینین و از این دسته ویدیوها خوشتون میاد، لایک، کامنت، سابسکرایب فراموشتون نشه. حمایت هم بکنین. خداحافظ.